ما در نزد بازار حاجی شریف در شهر قربان‌تپه قرار داریم که نزدیک به شهر سربند است که گفته میشد تدبیرها به خاطر پیشگیری از سوختارهای اینجا گرفته شده است. با اطلاع ریاست سوختار در بازار ساعت 8:15 صبح یک شنبه سر زده و جزء تام‌های آتش نشانی سری وقت به محل حادثه رسیدند. مسئولین بازار حاجی شریف فعلا از شرح این سوختار خودداری میکنند، اما مقامات تاجیکستان گفتند که سبب سر زدن سوختار با هم رسیدن ناقل‌های برقی است. بر اساس خلاصه مقدماتی متخصصان سوختار از یکی از ایوان‌های قسمتی مصالح ساختمانی بازار شروع شده است. صاحبکاران نیز چندان میل صحبت ندارند و از پی تازه کردن دکان‌های سوخته خود هستند. چقدر ضرر دیدید؟ چند سامان؟ نگفتن که سببش چی است؟ اما مقامات این بازار گفت که آنها هر چیز زودتر برای صاحبکاران دکان‌هایی که در کام آتش رفتند برقرار میکنند. اما سوال به جواب این است که آیا اون ضرری که صاحبکاران دیدن جبران میشود یا نه؟